بینندگان گرامی هواداران برنامه‌های تلویزیونی بهارستان، اینک بازترین وقت ساعت منظور شماست برنامه پسندیده‌تان انگوبین از شبکه بهارستان. و امروز ما دو نفر اشتراکچی داریم. اشتراکچیان برنامه امروزمون سمیه و سمیر می باشند. سمیه 5 ساله است، سمیر باشد 4 ساله. خب این اول بیاید با اونها از نزدیک شناس میشویم. سلام بچه‌ها. سلام. با برنامه ما خوش آمدید. رحمت. خب اکنون درباره خودتون با ما معلومات دهید، یعنی خودتون رو معرفی کنید. من شریف زاده سمیه دلیل 5 ساله هستم. آفرین. شما چه؟ من شریفم سمیر جان باشم 4 ساله هستم. شما 4 ساله. خیلی خوب. هر دوتون از یک عائله هستید، همین؟ یعنی برادر و خواهر هستید، همین؟ بله. آفرین. خب اکنون درباره اعضای عائله‌تون با ما معلومات دهید. در عائله چند نفرید؟ 8 نفر است. کنی مرحمت. بابایم، بیبیم، پدرم، مادرم، اپایم، دادرم، خواهرم و خودم. خیلی خوب. اکنون میگفتید که درباره کدومی از اعضای عائله‌تون شعر میدونید؟ برای بیبیم. مرحمت. بیبی جانم می آید، دیلو جانم می آید، از رای دور می آید، بزور می آید. بیبیم آید ما خورسن، کیسه هایش پوری قند، مغزو مویز می آرد، چیزهای نغز می آرد، رفته کرپچه آرم، بیبی جان شینانم، خفه شوی نمونم. آفرین. خب درباره کدوم از اعضای عائله‌تون با شعر میدونید؟ درباره پدر و مادر میدونید؟ بله. مرحمت. ای پدر در خاک پایت میمیرم، روی حولی کفش پایت میشوم، در همه شاد و گداز زندگی، وقتی پیری من عشایت میشوم. آفرین. خب باز درباره کی؟ برای مادرم. مرحمت. ای آچه جان دیلکی تو در نکند، این خانه گرمی تو خدا سر نکند، روی سرخ تو آچه بود دولت ما، این روی تو را آچه خدا زر نکند. آفرین. خب باز درباره کی؟ درباره بابایتون. مرحمت. آچه گوری بادام، من بچه هکی بابام شینرچا خورد، من چورزکی بابام. آفرین. خب اکنون با شما و اعضای عائله‌تون شناس شدیم، ها؟ شعرها را نیز گوش کردیم. اکنون میگذاریم به قسمت اساسی برنامه. میگفتید که ما در کجا زندگی میکنیم؟ در جمهوری تاجیکستان. پایتخت جمهوری تاجیکستان کدام شهر است؟ شهر دوشنبه. درباره جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه و عموما وطن شهر میدونید؟ بله. کنی مرحمت. وطن به من مادر است، به جانم برابر است، مقدساتی وطن چون دی مرا در بر است. آفرین. درباره شهر دوشنبه چی؟ بله. شهری پیمانی من دوشنبه، فخری دورانی من دوشنبه، پایه وحدتی تاجیکان در دل و جان من دوشنبه. اکنون چون سخن درباره وطن می رود، مقدسات آن را نامبر کردن می توانید؟ بله. مرحمت. پرچم، نشان، سرود ملی. خب درباره پرچم چه گفتن می توانید؟ پرچم ما از چند رنگ عبارت است؟ از 3 رنگ، سرخ، سفید، سبز. آفرین. درباره پرچم شعر ازت میدونید؟ بله. مرحمت. پرچم تاجیکستان چون برق یاوری ماست. خب درباره نشان چه گفتن می توانید؟ رمزی و دولت، نشان و پرچم، سرود ملی، گردد اون زن. آفرین. سرود ملی جمهوری تاجیکستان را کی نوشته است؟ شعر گلنظر کلین. آهنگی؟ آهنگ سلیمان دکو. آفرین. ما میدونیم که شما سرود ملی را از یاد میدونید، ولی میگذاریم باز حوالی دیگر. قهرمان‌های جمهوری تاجیکستان کی هستند؟ صدرالدین عینی، بابا جان و فروخ، امام علی رحمان، میرزا ترسون زاده، نصرت‌الله مقسوم، شینشاه شاه تموز. اکنون میگفتید که از صدرالدین عینی که سردفتر ادبیات
موسیقی تاجیک با شمار می رود. شعر می دونید؟ بله. مرحمت. بیایید رفیقان درس خانه و به کاری نادانی نمانیم. در عالم هر کس به کار گردد و چشمی اهل عالم خور گردد. خب سمیر شما چی گفتم میخواید؟ من از میرزا ترسونزاده یک شعر میدونم. مرحمت. تا توانی دوستان را گم نکن، دوستانی مهربان را گم نکن. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم نکن. آفرین. باز از کی شعر میدونید؟ من میخوام باز از میرزا ترسونزاده شعر بگم. مرحمت. شعر میرزا ترسونزاده. کشورم خلق جهان همه، یک دل یک جان بود. داخل هر خاندان مثل یک انسان بود. ما پسر و دختری، یک پدر و مادریم. میوه شیرین یک باغ ثمرآوریم. کشور زیبای ما خرم و آزاده با، خلق توانای ما زنده و پاینده با. آفرین. برای ما نفرانی که این زمان با ما پیوستند خاطررسان بشویم که شما برنامه انگوبین را طریق تلویزیونی بهارستان با اشتراک سمیه و سمیر تماشا کرده ایستادید و برنامه ما تا حال ادامه دارد. از این رو با شبکه بهارستان و برنامه انگوبین بودن را فراموش نسازید. خب بچه‌ها، من با شما یک سوال دارم. میگفتید که الفبای زبان تاجیک از چند حرف عبارت است؟ 35 حرف. 35 حرف. حرفا رو نمبر کرده میتوانید؟ بله. کنی مرحمت. ما الف با خان هستیم. با سمیر و صبرینه به شما صد آفرین. محمد لا لطفلا. آفرین. به برچه من. من اکنون نفهمیدم که شما علاقه یک باره شعرها رو نیز قرائت کرده ایستادید ها؟ بله. خب مرحمت ادامه دید. به برچه من جنگلمو است، با اون همیشه روزم نکوب است. باشه. خب با حرف و. وطن به من مادر است، به جانم برابر است. مقدساتی وطن چون دل مرا در بر است. با حرف گ. گلستان اثر کیست؟ گلستان را معنا چیست؟ به معنا باغ دانست، مؤلف آن سدیست. آفرین. خب حرف غ ها. بله. غذای کم گوارا، فضایت تب ما را. بله گفته بهامان، معلمه و سرو. آفرین. خب شما با حرف د علاقه ها. ده دوتاری بابا، بوبین چی زیبا. بسا زرکسم کریم و رنور. آفرین. با حرف ی. یلینه گلندان، معلمه روسی. به ما شعر نوه گفت، زی فردوسی توسی. آفرین. خب حرف نوبت چی سمیر؟ یالی از پس را گلناز، شانه میکنه دناز. سر خود جنبانده است، این همه را خواهد داشت. خب کنی حرف نوبت چی؟ ژ. مرحمت. ژوله بارد هر بهار، گویا ندارد قرار. شاید اشک بریزد، چشمی عالم شش قطار. می‌نید. خوب مرحمت. با حرف ز شعر خونید. رنگی مکتب صدا کرد، بچه ایمان ندا کرد. زنگ فراق یاران از دل ما رها کرد. اسکنه اسباب تیز، مشکلی آسان کند. استا امان بعد کار، اسکنه پنهان کند. خب حرف نوبتی. مای در را بست، در پس و تاب است. منظره خوب مثل کتاب است. خیلی خوب. کنی شما با حرف ک شعر گوید؟ کتابی پرپند، خزینه پند. به علم و دانش نمیدید فن. با حرف م شعر گوید شما؟
مکتب ما خانه علم، مکتب ما جان علم، از دانش و معرفت ما رادیت نان علم. با حرف رش مشهد میدونی؟ بله. مرحبا. رمزیار دولت، نشان و پرچم، سرودی ملی گردد به آن زن. چشمانی بابا گردیده خیره، رهنمای اون هر جا منیره. آفرین. کاش شما با حرف ف شعر گوید. فیل آزاره ندارد، بر کس کاره ندارد، با این همه بزرگی دین آزاری ندارد. خیلی خوب. با حرف ا میدونه چه؟ بله. الک اشوب و چیم است، این اسباب قدیم است. الک های فروشی از بابای ارکین است. آفرین. خب با حرف یو؟ یونان ملکی قدیم است، تاریخ سرزمین است، با آداب و حکمتش چون مخزنی نگین است. با حرف ی؟ یخماش تاجیکستان، رنجی برف کوهستان، از هوای سرد آن غذا نگیرد ویران. خیلی خوب. بینندگان گرامی، برنامه ما ادامه دارد و چونین که از شماره های گذشته برنامه با شما معلوم است، ما در هر یک برنامه توسط همین گونه عیونیت ها و کتابچه های گوناگون مهارت اشتراکیانمون را میسنجیم و این نوبت چونین که خودتان دیده شدید در دست من دو تا همین گونه عیونیت ها هستند که در یکی از آنها سبزیجات ها تصویر یافتند و در دیگری باشد میوه ها. حالا باشد مهارت اشتراکیان را میسنجیم، با ما بودن را فراموش نسازید. خب اول میوهش رو گیریم یا که سبزیجات را؟ کدامش را؟ میوه ها را؟ خب مرحمت. این کدام میوه است؟ انار. انار با زبان روسی چی می شود؟ گرانت. آفرین. خب اینش چی باشد؟ سیب. با زبان روسی چی می شود؟ یابلیکو. یابلکا. آفرین. خب اینش چی باشد؟ با لذت است به فکرم. گروشه. نوک. گروشه با زبان روسی بنیاید. شفتالو. پرسیک. من علاقه بینندگان گرامی برق را تا نیمش گرداندم که علاقه سمیه آن را نامبر کرد. البته این شفتالو است و شفتالو با زبان روسی پرسیک می شود. خب میوه نوبتی شما کمی صبر کنید میلش که تماشابینان هم توانند تا به گپ‌های ما گوش دهند. خب اینش چی باشد؟ زردالو. ابریکوس. زردالو. ابریکوس. اینش چیست؟ لیمون. لیمو با زبان روسی لیمون می شود ها؟ خب اینش چی باشد؟ انجیر. 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 آفرین. شما انجیر را دوست می‌دارید؟ بله. خیلی خوب. اینش چی باشد؟ کیوی. این کارتوشکا کو؟ کیوی. بینندگان گرامی، اینجا رسم کارتوشکا تصویر یافته است. اشتراکچیان ما باشند میگویند که این کیوی است. کیوی خودش چیست؟ کیوی. چرا کیوی؟ اون میوه سبزیجاتش چیست؟ میوه. آفرین بینندگان گرامی، کیوی با زبان روسی هم کیوی می شود. خب اینش چی باشد؟ اپلسین. خیلی خوب. من با شما نشان نمیدیم که شما زود جواب میدید. من سر اول با تماشابینان نشان میدم تا اینکه آنها نیز بینن. خب این چی باشد؟ اناناس. خیلی خوب. میوه بنیاد با لذت است. خب اینش چیست؟ خرما با زبان روسی ها. این چیست؟ بانان. آفرین. قریب که یک مثل شعر ایجاد شد. بینندگان گرامی، اینجا میوه های ما به انجام رسیدن و ما این عیونیت ها را در جایش میگذاریم و عیونیت های نوبتی سبزیجات ها می باشند. خب با دقت باشید زیرا اشتراکچیان ما علاقه عادت کردن که زود جواب میدهند. خب این کدام سبزیجات است؟ پومیدور. آفرین. اینش چی باشد؟ بادرینگ. اگورت می شود. خب اینش چی باشد؟
بامیجان بقلاجان باکلاژان. خب انا اینش چیست؟ سراغ من با شما نشون میدم بینندگان گرامی. خب پیاز لوک پیاز لوک. انا اینش چی؟ قرنفل بلغاری قلمفر بلغاری болгарський پرد перец. آفرین. خب انا اینش چی باشد؟ سبزی مرکب کارتошка کارتوفل کارتошка کارتوفل. آفرین. انا اینش چی باشد؟ پیاز چشناک چسناک. به نهایت خوب. انا اینش چیست؟ همه آن رو دوست می‌دارند. جوگاری کوکروس جواری مکه. انا اینش کنیم ببینیم چی باشد باز؟ سبزیجات نباتی. کرم کپور کرم ها؟ با زبان روسی کاپوستا میشود. خوب انا اینش چی باشد؟ لب. لبو با زبان روسی چی میشود؟ شلوکلا свекла. آفرین. شلغمچه خوب اکنون تمام شد. دیدید در یک دقیقه تمام کردیم همه آن رو. بینندگان گرامی چه خبری که به شما معلوم گشت؟ اشتراکچیان ما میوه و سبزیجات ها رو به نهایت خوب میدونند و با زبان های روسی نیز یعنی با زبان روسی نیز آنها رو نمبر کرده میتوانند. خب از اینجا برمیاد که اشتراکچیان ما خیلی فعال هستند. اکنون شما حساب کرده میتوانید؟ بله کنی حساب کنید از 1 تا 10 و از 10 تا 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 آفرین. کفایت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 آفرین. اکنون میگذاریم با یک سوال دیگر. میخواستم دانم که حیوان ها به چند گروه جدا میشوند؟ با 2 گروه کدوم؟ حیوان خانگی و وحشی حیوان های خانگی گفتم ما کدام حیوان ها رو میگیم؟ یعنی برای چی اونها رو خانگی مینامند؟ برای آنکه گاو شتر خانگی هم یعنی اونها رو در خانه نگاه میداریم ها؟ بله یعنی با انسان زندگی میکنن و به انسان ضرر نمیرسونن. همین خیر؟ بله خب باز کدام حیوان های خانگی رو میدونید؟ من حیوانه خانگی رو میدونم مرحمت. گاو کراوه شتر بلو اسب لشرد بوش کزیار سگ شبکه خر اشیار گربه کشکه کشکه. باز چی؟ خرگوش چی میشود؟ من نمیدونم خرگوشه سمیر وقتی که خودش نمیدوند بلندگویک را زود به دست سمیه میدهد. هنگامی که میدوند بلندگویک را از دست سمیه کشیده میگیرد. شما کنی حیوانهای وحشی را نمبر کنید. شله پلنگ تیگر پنده خرس مدوید گرگ چی؟ گرگ ولک ولک. باز سگ شبکه خر سگ و نیست کو؟ سگ حیوانی وحشی نیست کو؟ سگ هم خونگی وحشه سگ خونگی میخونه در میدوه به اون در نمیگسته آفرین. باز چی؟ و غیره و غیره ها. آفرین. روبالیشه بله بله جنگ نکنید. روباه لیسا خیلی سیاست خوب دارد سمیر. باز چی؟ خرس چی میشود؟ مدوید فیل چی؟ سلون سلون. آفرین. باز چی رو میدونید؟ سنجا بلکه زرافت جیرف خیلی خوب. کنی آوازی با مثل گربه تقلید کنید. با گربه تقلید کنید کنی؟ همین خیلی گربه شرمگین داره نه؟ کنی هنگامی که گرسنه میماند گربهتون چگونه آواز میبرد؟ خب ما پیشک نداره سمیر میگوید که ما پیشک نداریم یعنی گربه نداریم. آفرین. خب کنی سمیر شما با آواز سگ تقلید کنید. رفت باز وقتی که سگ خشمگین میشود گرسنه میشود کو کنی چگونه آواز میبرد آدم؟ وف وف اوف اوف میکند. کفایت. و در آخر برنامه من با شما تحفه دادن میخوام. خب انا این تحفه زیبا با شما سمیه جان. رحمت خب انا این تحفه با سمیر جان. آفرین. رحمت تحفه ها به شما پسند آمدن؟ بله خب انا اکنون بینندگان گرامی ما تحفه ها را به اشتراکچیان سپاریدیم و با شما نیز خیر و خوش میکنیم تا دیداری نوبتی در برنامه انگوبین. خیر.